کوچه های شهر مدینه خیزد شرارم افتاده بر خاک از گوش زهرا یک گوش غارم با ضرب سیلی شد ادا حق پیامبر و ویلتا الله اکبر الله اکبر الله. همه بگن این کنار هم نشستن بگن الله اکبر الله اکبر. همه الله اکبر. اینا کنش روزه است. بر ناموس داور زرای اطهر تا خورده سیبی در باغ جنت روی پیامبر گردیدنی بلبل غریب و لالش گردیده پرپر بلبل غریب و لالش گردیده پرپر و ویلتا الله اکبر. تا پایین نزن دست تا بیار بالا بزن الله اکبر. همه بگن خوبا جوانا الله اکبر. خاک مدینه خاک مدینه خون از برای غصب فدک خون در بین کوچه تنهای تنها زهرا کتک در بین کوچه تنهای تنها زهرا کتک خون یبن الحسن کن گریه بر احوال مادر. بگو یبن الحسن کن گریه بر احوال مادر و ویلتا الله اکبر. دست به نشانه بیعت بیار بالا الله ماشاءالله. یک بار الله اکبر. دیگه چی؟ بر از قلب صدا تا صبح محشر خیزد شرارت. چرا؟ زهرا به خانه برگشته اما با گوش پر زهرا به خانه برگشتن اما با گوش پرم یبن الحسن کن گریه بر احوال
باید ادا کنیم. پیش حسنین و زینبین ای مردم، پیش حسنین و زینبین ای مردم، از سیلی و تازیانه حرفی نزنید، از سیلی و تازیانه حرفی نزنید. بعضی حال خوشی دارم 2 دقیقه بگم براتون خانمام که بیشترم. این روزای آخر عمر بیبی چند دسته آمدن ایادم، یه دست زنای مدینه بود اومدن خانه مولا علی کنار بستر فاطمه، اما موقع برگشتن حواست به من باشه، اما موقع برگشتن زینب 4 ساله دم دره. شنیدی زنا دارن با هم چی میگن؟ یه مرتبه حواسش رفت یه جایی. میدونید یکی از این زنا چی گفت؟ یکی از این زنا گفت دیگه زهرا بر نمیگرده، دیگه این زهرایی که ما دیدیم رفتنیه. مدینه در نوایه اما یجیبم، مادر به خانه برگرد، بابا غریب